مطلب از هفته‌نامه SSSR. خیر اورگوتی در کلاب، اورگوتی خیر کرد کلابی نه. 25 دکبر سال 2023 ساعت به وقت دوشنبه 15:53 دقیقه علی خوشوقت از شهر کلاب زنگ زده و گفت خبری برای یتیمان و صغیرگان و معیوبان کلاب شهر جدا شدن حدود 2 میلیون سامانه از جانب محمود مرادزاده او را تکان داده است. رحمت بر هفت پشت این مرد که با نام محمود اورگوتی در تاجیکستان معروف و مشهور است. این سخاوتمندی و جوانمردی محمود مرادزاده را دیده به خود سوال کردم که چرا بچه‌های پیش سرپول شهر من که با کلابی بودند اینقدر افتخار دارند و به شک و تردید همین شهر آنها را صاحب نعمت و ثروت کرده است، به مردم خیر نمی‌کنند، دست کسی را نمی‌گیرند، کلاب را آباد نمی‌سازند. فرض مثال صدمه مدهشی که در کلاب 14 کشته بر جا گذاشت عالم را لرزانید، ولی ثروتمندان کلابی آیا به ضرردیده‌ها کمک کردند؟ البته نه. در دیگر سمت‌ها چه؟ چرا دست خیر ایشان را نمی‌بینیم؟ کجاستند کلابی‌های ثروتمند که با نام و نسب و تخلص در میان مردم محلی معروفند؟ کجاست جمعه با تخلص مسکول، محمد صدیق، بک صبور، علیشیر دامساز، نوروز ملوچکه، ظفر کنجه DCO، میراثخواران اپتیک حاجی جبار، ستار زپرفشیک، عبدالستار بدخشان، رئیس مرکز سودای بدخشان، ظفر جعفر بیزنسمن، بازاربای دهقان بازار. در جمع تا جای شنیدیم از کلاب 73 تن در حکومت در وظیفه‌های کلیدی کار و فعالیت میکنند. بیزنسمن های معروف و پولدارند، ولی آنها در همین سال خرگوش که رفت در سال 2023 برای کلاب چی کردند؟ درست است که دام میسازند و بیزنس سنترها، دکان و زپرافکا و رستوران و نفت‌باز و فرماها، ولی این همه برای پول کارکنیشان است، نه خیر و سخا. برای من چون کلابی عیب است که محمود اورگوتی آمده 2 میلیون سامانه به کلابی ها خیر کند و یک ثروتمند کلابی دست 2 یتیم و 4 صغیره را نگیرد و در پهلوی آبادکاری شهرداری نایستد. در آینده درباره اینها علاهیده می نویسیم. خیر به دست باش ای کلابی.